بابک پسر جوان ایرانی که همراه خانواده‌اش تازه به آمریکا مهاجرت کرده است، با امید به دست آوردن تحصیلات عالیه به دانشگاه مریلند در کالج پارک وارد می شود. همه دستا بالا دختر خانوما دیگه بیاین وسط واسه آقا پسرا امشب نمیشه. یک روز در دانشگاه بابک دختر جوان آمریکایی و زیبایی را می‌بیند و خیلی از او خوشش می‌آید. من شما را اطراف دانشگاه چند بار دیدم و فکر می‌کنم که خیلی خوشگل است. میشه با هم بریم و یه چای باقلوا بخوریم؟ شاید هم بتونیم یه ذره بیشتر خوش بگذرونیم و یه قلیونی هم بکشیم. شراره بده یه بوس امشب به من، با من برقص بخون امشب با من. شراره بده یه بوس امشب به من. پدر، من یه دختر آمریکایی دیدم که ازش خیلی خوشم آمد، ولی به من میگه که تو زایه‌ای، جوادی. میگه من این مرد واقعی میخوام. ما آمدیم آمریکا که تو تحصیلات عالیه بکنی، نه اینکه عاشق دکترهای بورشی. تو لازم نیست نگران این چیزا باشی. وقتش که برسه مادرت و خواهرت برات یکی رو پیدا میکنه و تو هم حتما میپسندیش. پدرت راست میگه. نظر تو خیلی اهمیتی نداره. اگه یه بار دیگه تو رو بدون کتاب درسی تو دست ببینم با کمربند سیاه و کبودت میکنم. بابک برای کمک و راهنمایی بیشتر پیش مادرش می‌رود. تو یه روز عشق واقعی رو با یه دختر نجیب ایرانی پیدا می‌کنی. ولی برای الان این یه تجربه خوبیه که میتونی ازش چیز یاد بگیری. پسرم، حالا ناامید نباش. بیا یک کم پول بهت میدم، یه سلمونی برو و لباسهای جدید بخر که خوش‌تیپ شی. Let's go party.